شب پیش دل این نشأمند از ولایت مرکزی دایکوندی در افغانستان را طالبان به این حال آوردند. او با اشک چشم میگوید لط و کوب شده است. چیز نمیخوایم، من کار ندهی. دولت نیه، دولت معتاد و غریب نیه. اصلا چیز نمیخوایم، من زخم برای نمک برای زخم ما نپاش. دیگه هیچ چیز ما از این دولت نمیخوایم. من نزنه، من عذاب نکنه. این یگانه حالت بدرفتاری با معتادان نیست. بنا به گزارش‌ها طالبان در چند ولایت نشأمندان را بیرحمانه بازداشت و روانه زندان میکنند. با این راه آنها گویان نشأمندان را معالجه مینمایند. شاهدان میگویند طالبان معتادان را زیر پا میکنند، با شته میزنند و زوراً به ماشین‌های پلیس میشینانند. لحظه بازداشت معتادان را رسانه‌ها زیر نظارت جدی طالبان ثبت میکنند. به نقل این مرد نشأمند در پی لط و کوب طالبان چند معتاد مواد مخدر به هلاکت رسیده است. این نمی‌فهمی که می‌بینی یک روز یک شکل میاد، یک روز دیگه میاد، یک روز بچه خرد میامونه میزنه، یک روز پیرمرد میامونه میزنه. اینجا ولایت جنوب و شرقی پکتیای افغانستان است. احسان الله و حامد گل ساکنان این منطقه میگویند قربانی عملهای وحشیانه طالبان شدند. من در اینجا نشسته بودم. آنها آمده با کلاشنیکوف مرا زدند و بینیم را شکستند. طالبان آمدند و چشمان مرا کور کردند. من از بینایی محروم شدم. مقامات محلی طالبان در منطقه های دایکوندی و پکتیا اقرار می شوند که بعضا نسبت به معتادان از زور استفاده می کنند، اما ادعای بیرحمی را رد می نمایند. آنها از آن می ترسند که ما آنها را به زندان می اندازیم، اما این نادرست است. خدا را شکر ما با آنها مناسبت خوب می کنیم. ما آنها را جمع کرده به اداره می آوریم و به معالجه می فرستیم. بعد اشغال حکومت در ماه اوگوست سال گذشته طالبان به بازداشت نشأمندان شروع کردند. آنها معتادان را با زور دستگیر و به مرکزهای عافیت بخشی می‌فرستند. به گفته طالبان حالا در این مرکزها 5000 معتاد معالجه می‌گیرند. پس از خروج نظامیان آمریکایی شمار مرکزهای درمانبخشی نشأمندان در افغانستان به مراتب کمتر شد. از 88 مرکز حالا تنها 40 تای آن فعالیت دارد و این مرکزها هم از کمبود دارو و دوا تنقیصی میکشند و مشکلی مالی دارند. افغانستان بزرگترین تولید کننده افیون در جهان است. یک تحقیقات 6 سال پیش معین کرد که بیش از 3 میلیون شهروند این کشور معتاد مواد مخدر هستند.